الان میگم عرض کنم حضورتون آثاری که من داشتم از قدیم الایام تا حالا، اینا مال یه شب دو شب نیست. خب از بچگی، از شاید از سن 14 سالگی که شروع کردم نوشتن اینها، همینطور می نوشتم همیشه، تا اینکه دیگه زمانی که به اصطلاح به خودم اومدم که دیگه تدریس اینا باید بذارم کنار، این صالحات و باقیات اینه که به دست من هست باید بیاد بازار، باید مردم ببینم دیگه. تقریبا الان که خدمت شما نشستم 25 تا اثر آماده چاپ هست که اینا یه تعدادش که حالا تو ذهنم که باشه. یه کوچه نگاه هست که کار اول بود، آقای دکتر رستگار مقدمه نوشتن و آقای استاد آوندم خطاطیش کردن. دومینش این پلکان‌های نقره‌ای بود، تقریبا 300 خورده شاعر فصاحی، یعنی اونایی که دست به قلم بودن، شاعر، شعر میگفتن. حالا من نمیخوام ادعا بکنم بگم همه اینایی که من گفتم همه اینا شاعره، چون در خود ایران ممکنه 300 تا شاعر خوب ما نداشته باشیم، ولی چطور من 300 تا میارن تو فصاح؟ من میخوام بگم یعنی فصاحی ها هر جا که شما نگاه بکنید، در هر کوچه، در هر پس کوچه نگاه بکنید، حتما دست به قلم هست و اهل شعر و شاعری هست و این کار رو کردم من. عرض کنم کتاب سومیش جرس فریاد می‌دارد هست که 5 جلده، که این جلد اولش اومده بازار. حکمت‌های علی علیه السلام هست، به 4 روایت عربی هست و انگلیسی هست و فارسی و زبان شعر در همون حال هوای کلام علی علیه السلام. اینا 5 جلده. یه نمونهش هم قربان. حالا خدمت شما که بخونم، همین پشت جلد هست، چیز خوبی هست این که علی علیه السلام فرماد من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. ترجمه انگلیسیش این میشه whoever gives up saying I don't know meets destruction. ترجمه تحت لفظش براتون بخوام بگم whoever یعنی هر کسی که whoever gives up یعنی رها کنه، ول کنه، saying گفتن I don't know نمیدونم، پس هر کسی که نمیدونم را رها بکنه، حالا چی؟ meets destruction یعنی حتما با زحمت و اینا روبرو میشه. خب این به اصطلاح صحبت علی علیه السلام است که به انگلیسی ترجمه شده. ترجمه تحت لفظی خوبش هم میشه کسی که از گفتن نمیدانم روی گردان است به هلاکت و نابودی میرسه. حالا پیامی که من از علی اینجا در ذهن و نقش بس این بود که دارم این میگم مکوش تا بنمایی که عالم دهری، که گاه لفظ نمیدانم عالمانه تر است. یعنی آدما نمیدانم اون وقتا میگفتن لا ادری نصف العلم. کسانی که میرسن به یه جایی، میرسن به یه حدی، در یه قله‌ای میرسن، اگر ازشون سوال کردن برای اینکه دیگران را گمراه نکنن، اگر سوالی کردن نمیدونم هیچ زشت نیست، بسیارم زیبا هست. نمیدونم این شاعرش کیه، ولی بسیار بسیار شعر زیبایی است. من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، آگاه شدم غفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. محشر ایشه. و عرض کنم حضورتون که این کتاب شد بین 2190 اثر ارسالی به 12مین جشنواره سراسر شعر علوی در مازندران شد جزو 50 اثر برتر که هست، موجود از دوستان میتونن برن ببینن. بزنن جرس فریاد میدارد، تالیف جواد جعفری فصاحی. و این کاملا دیگه صحت عرایز من مشخص میشه براتون. 2 تای دیگه هست که الان تو بازار هست، یکی تب لحظه ها هست، مجموعه 115 تا غزلیات منه، و یکی دیگه هم هست اون بوی دستهای تو، اونم 2 زبانه هست، The Scent of Your Hands، بوی دستهای تو. شعر سپید، شعر آزاد منه، هایکو مانند. اینم ترجمه انگلیسی گذاشتم رو کنارش که بچه‌هایی که انگلیسی سرشون میشه، یا احتمالاً یه خارجی مثلا میاد شیراز میخواد بره تخت جمشید، میخواد بره این بره اون بر، اینو نگاهش بکنه
تورا مشغول باشه که ببینن انگلیسی چجوریه. و یکی هدف من اصلا از ترجمه این کتاب این بود که میخواستم این بگم که مگه همش ما باید از خارج کتاب برامون بیا ترجمهش بکنیم بگیم چنین و چنان؟ چرا این ور ندارن ببرن خارج بگن ادبیات ایران اینه؟ مثلا من وقتی که میان تشبیه میکنم میگم چی؟ میگم غصه ها آمده اند تا در آن سایه پرچین سکوت گل لبخند تو را خشک کنند و تو گلواره من همچو سروی که به زلفش نرسد دست کسی باغ لبخند بیفشان و برو و به آن ساده گلچین بسپار. سرو آزاد خداست و خدا عاشق زیبایی است. احسن، خیلی زیبا. خب چرا این نره یه خارجی با این کلنجار نره که این چی گفته؟ این ترجمه یعنی این ندارن. خیلی از این ابعاد و خیلی از این به اصطلاح تشبیهاتی که ما در شعر به کار میبریم اونا ندارن، همچنانی که ما بریم خیلی از قالب‌های اونا نداریم. پس بنابراین هدف من این بود. دیگه کتاب‌هایی که بخوام معرفی خدمتتون بکنم عرض کنم یک کتاب ساقه‌های سبز صبح هست، مجموعه 280 تا رباعی و تکبیت و قطعه و اینا هست. این مجوزش گرفته دمادم چاپ دیگه. به حضورتون که عرض کنم 2 تا کتاب هستی که ترانه‌های تنهایی من که اینا همین شعرهای کوتاه هست، شعرهای جوانپسند امروزه. و یکیشم به اصطلاح قنوت باد، یکیشم اینه. یک کتاب دیگه هم هست به نام معراج دل هست که این معراج دل شعرهای آیینی و مذهبی من توشه، مراسی هست، مناقب هست توش. مثلا این کم کمک صبح هست و چشمان نیمه باز، چشمه جوشان است و هنگام نماز باید از این خانه سوی خم شدن، در دل سجاده در او گم شدن. گم شدن آنسان که ماند از تو پوست، پر شوی از یاد و نام و عشق دوست. گم شوی که از خود نپرسی کیستی، بگذری و از خود نپرسی چیستی. لذت با او شدن همزیستی است، ورنه باقی زندگی در نیستی است. باید از انوار ایمان حاله چید، جانماز آورد و از آن لاله چید. لاله ها را دسته دسته بسته کرد، بسته ها را روی هم گل دسته کرد. پس گل و گل دسته را آواز داد، بر فرازش رفت و دل پرواز داد. وان نه پروازی که پروازی شوی، بلکه پروازی که خود رازی شوی. بگذری زینجا که جای مرده هاست، پرکشی آنجا که اوجش تا خداست. خود زنی نقشی که تارش محکم است، بشکنی این بت که نامش آدم است. آری آری میتوان این گونه بود، میتوان اطرافرین چون پونه بود. میتوان باغ پرستو آب داد، میتوان بر چشم آهو خواب داد. میتوان دستان ماهی را فشرد، همراهش پس کوچه دریا شمرد. میتوان بر تارک مه لانه کرد، تا سحر گیسوی شب را شانه کرد. توی مایه های این شکلی هست و برای ائمه، برای پیامبر گرامی. خب یکیشم این هست میشه معراج دل آیینی. بله آیینی من جدا کردم هست. عرض کنم حضور شما دیگه یک کتاب غزل دیگه هست به نام دل کاغذی. دل کاغذی اسمش هست. قشنگه و هم غزل قشنگی توش هست. حالا باید بریم اونجا، لیستش هست دیگه، میتونید اونجا نگاهش کنید. بالاخره یه زمانی بود استاد من کار میکردم اینجا، کارهای سخت که میکنم تو تفریح و زنگ تفریح منم میشه چی؟ میشه یک کتاب دیگه، میشه 2 تا کتاب دیگه. خستم بود. یه مرتبه یادم اومد یه شعری گفتم چی؟ گفتم هر غنچه که گل گشت دیگر غنچه نگردد، الا لب یارم که گهی غنچه و گه گل. گفتم کاش یه کاری میکردی. خب چه کار کنم؟ گفتم شروع کن
تمام تکبیت‌های ناب شعرا از متقدمین و متأخرین، هرچه گل و غنچه اینا به کار بردن تو شعرشون جمع کن. شروع کردم به جمع‌آوری غنچه و گل در شعر شعرا. بالای 2000 تا شد که اینجاست الان میتونه ببینید. خب اینا که مثلا میگن اینا ایش میبینید همش راجع به چی هست؟ راجع به غنچه و گل و از این حرفا. خب این وقتی که رفتم، خب میرفتم میزدم که چی غنچه و گل، به یک گنجینه بزرگی برخورد کردم، بیدل دهلوی، دیوان بیدل. بیدل این مرد کی بوده؟ 2971 غزل داره این مرد. 2971 داره. حالا عجیب اینه که سبک هندی و تمام اینه که نگاه میکنی تو هر غزل کمتر از 2 تا 3 تا غنچه و گل نداره ایشون. اومدم اینو بزنم جز چی؟ بزنم جز اونا، دیدم نمیشه. اسم او کتابی که جداگانه بود گذاشتم یک سبد بوی غنچه و گل. اسمی که بیدل بود اسمش گذاشتم در کوچه ها در کوچه های غنچه و گل با بیدل. خب حالا این کار چی هست؟ یک کار تحقیقی هست که اومدن توی این مشخص کردن که آیا گل همیشه در اشعار فارسی گله؟ نه خیر. خیلی جاها هست که گل دیگه معنی این گلی که ما میگیم نداره، میشه یه چیزی دیگه. پس او یه کار تحقیقی که انشاءالله او در حد یه پایان نامه هست برای افراد که وقتی که من معنا میکنم که اینجا گل معنای گل نمیده، شاهدم میارم دیگه از بیده. بالاخره شب و روز جناب غزنوی، خب اینجا من هستم، خب توی اتاق هستم و به حضورتون که عرض کنم یا با اینا برمیرم یا پایینم که هستم، یه کتابخونه بزرگتری او پایین دارم که او پایینم هست، اینجا دارم اونجا هم دارم که تمام وقت من صرف همین مطالعه اینها میشه که بعضی وقتا خدا یار حاج خانم باشه که من را تحمل کرده و تحمل میکنه که همین امشب او هم کتابی که دیگه تمام شد من هدیه کردم به ایشون که اگر نه توانمندی ایشون و اگر نه گذشته ایثار اینها بود اینا آفریده نمیشد. خب من فقط این شعر رو برش میخونم، میگم خوش است عالم دیوانگی اگر، خوش است عالم دیوانگی اگر موی دماغ ما نشود شخص عاقل. خیلی قشنگ. آدم های عاقل عزیز اگه کنار من قرار گرفتن مو دماغ میشن، مگه بذارن من در عالم خودم. خب استاد من حرف زیاد زدم، سرتم زیاد گرفت اینها، حالا دیگه بریم به من یاد بدین. نه خواهش میکنم. خواهش میکنم. لطف کردید. تشکر میکنم. توضیحاتتون بهره‌مند شده. چشمان ترم شکسته قایق شده بود، چشمان ترم شکسته قایق شده بود، در حق گریه چون شقایق شده بود. او را به چه جرمی این چنین سوزاندند، آدم که نکشته بود عاشق شد. احسن. بفرمایید.